صبح امروز اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امومالی رحمان با سفر کاری و جهت افتتاح یک قطار انشاءات مهم ملاقات با ساکنان و شناسایی از روند کارهای سازندگی و بنیادکاری به استقبال 30 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان به ناحیه خاولینگ ولایت ختلان تشریف آوردند. ساکنان سربلند ناحیه خاولینگ پیشوای ملت محترم امومالی رحمان را با صمیمیت افزون و روحیه بالیده استقبال گرفتند. با جهانی مهر آمد شاهی ما بر خاولین، شیر مردی با صداقت پرصفا بر خاولین. مردمان سرفرازی این مکانی فیضبار شکر دارند مقدمت را پیشوا بر خاولین. شاد کردی از حضورت روح سلطانی اویس، ای عزیز پیر و برنا مرحبا بر خاولین. مرحبا بر خاولین گیما جناب، داردن در هر قدم کاری ثواب، سود بخشیدید به خلق و بر وطن، سود بخشیدید به خلق و بر وطن، همچون نوری آفتاب و ماهتاب، همچون نوری آفتاب و ماهتاب. مرحبا بر خاولین گیما جناب، داردن در هر قدم کاری ثواب. مرحبا بر خاولین گیما جناب، داردن در هر قدم کاری ثواب. مرحبا، ما را چی خوش است امروز، خوشبختیم و هم خوش روز. خوش آمده پیشوای معظم ملت. شاد باشد عزیزان، شاه مهمان آمدن، مرد مردم با کلام، مرد میدان آمدن، شاه مهمان آمدن، شاه مهمان آمدن، شاه مهمان آمدن، شاه مهمان آمدن. با کدومی پیشوا
اندازه بالا می کند. زرگر و بافنده و سازنده و صاحب دل است. تاجیکم با این بزرگی دست بالا می کند. پیشوا دانت مقدس، خاک و آب این زمین، مردمی مهنت قرین و ملتی سازنده را می شود احیا. هنرهایی که مال خلق اوست می کند روشن رهی این روز و هم آینده را. ناحیه خاولینگ دارای تاریخ بای و رنگین بوده. در دوران استقلالیت دولتی با دستگیری و توجه پیوسته پرزیدنت مملکت رشد نموده. سیمای ناحیه در دایره آمادگی ها به استقبال 30 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان کلاً دیگرگون گردیده است.